بهش دستور بدم. بچرخ سمت گزینه 1، گزینه 1، گزینه 1. دوستان میبینید دستور بهش میدم مثلا سمت گزینه 1 نمیچرخه، همون گزینه 3 مونده. الان دوباره خوراک تازه برداشت میکنم، تو ذهنم اصلا فکری نمیکنم، خالی از هر چیزی میکنم و دوباره آزمایش رو انجام میدم. ببینم چه عکس‌العملی نشون میده. بچرخ سمت گزینه 3، گزینه 3، گزینه 3. اصلا واکنشی نشون نمیده و روی گزینه 2 مونده. بچرخ سمت گزینه 1، گزینه 1. من خودم از قصد این سمت میچرخم. ببینیم عکس‌العمل تازه چیه. میچرخه سمت گزینه 2. دوباره آزمایش تکرار میکنم و خوراک گزینه 1 رو برمیدارم و دوباره آزمایش تکرار میکنم. بچرخ سمت گزینه 3، بچرخ سمت گزینه 3، گزینه 2. اصلا عکس‌العملی باز نشون نمیده. آروم سمت گزینه 2. ببینیم میچرخه سمت گزینه 1. الان تازه میگه که مسیر ما اشتباه، باید بچرخم سمت گزینه 1. الان میچرخم سمت گزینه 1. دست ها به اندازه از شانه، نوک آنتنا چسبید به هم، ضربه کوچیک، یعنی هدف نزدیکه. دوستان ممنونم که من همراهی کردید. با تشکر از شما، لطفا سابسکرایب یادتون نره. با تشکر از شما، خدا نگهدار.